خسته شدی؟ ای چه؟ ای اویی که دست پای روان داری؟ ای اویی که شکمت زیره؟ ای اویی که در زیر برف و باران داری یک پناهگاهی که پناه کنی؟ از چه خسته شدی؟ بیا یک بار خطه در جای کسایی که شکمی گرسنه‌اند، تنی بیمار دارند، در زیر برف و باران در کوچه‌اند بمان. شاید اون وقت حق داره که حرف بگی. من همه وقت در براتم، در هر پستی، در هر بلندی، هر وقتی خواستی، نوابسته به وقت، به ساعت زنگ زن. دردات گوش خواهم کرد، به دردات ملهم خواهم شد. خوش به حالت. دردی تو شاید برای خیلی کسا بهترین لحظه زندگی باشه.